کرمان بوده ایران نبوده، کرمان بوده چین نبوده، کرمان بوده یونان نبوده، کرمان بوده مصر نبوده. کرمان اسمش از همون اول تو کتابا نوشته شدن، از کرمان کارمانیا من نوشته شده. یعنی هرودوت اولین کسی که تاریخ نوشته. او تاریخی که نوشته یکی از اقوام مهم ایرانی رو کارمانیا نوشته، کرمانیا رو نوشته. کارمانیا بوده و بعدش شده کارمانا این شهر کرمان بوده. او قلی دختر این کارمانا بوده. کارمانیا نیا یعنی بین کار یعنی چی؟ یه بار دیگه هم گفتم به تو، کار یعنی تلاش، یعنی کوشش. کار یه معنی دیگه هم هست، معنی دیگهش میشه کارزار. دیدن میرن به جنگ، میرن کجا؟ میرن به صحنه کارزار. پس کار هم معنای جنگ میده، هم معنای کار و تلاش و کوشش میده. این که اولین تاریخ هرودوت نوشته، اقوام ایرانی توضیح داده، از کرمان هم نوشته. پس کرمان